چیکار میکنم ها؟ بهترش بابای خودی رو زنگ زده گویم که شوکت هست، جنگاور نیست، دیگر ما چاره ای نداریم. شوکت؟ الو ای بدبختای من خلاص شدنه بده. اینم من زنده ام. وای شوکت زنده هستی کو؟ یه بدبخت با ایزونو کشیده میگه زنده ای. من زنده ام. بدبخت تو این کارو رو نخواهی کردی که مرا بکشن تا من خلاص شوی ها؟ وای برادر جان، با خدا تو رو نجات دادنی بودم و میدونی از پیشم کنعان برآمد. همون کنعان اگر همین تقه جنگاور نمی بود من بر وقت میمردم. جنگاور گفتی؟ تو رو جنگاور نجات داد؟ اصبت بفهم که تو برادر من نیستی. برادر جانی من اینم یکی جنگاوره. کنیسوی ازی خیلی ای شیرینه. یا خدای مهربان من. چی خیلی فکر خطا ها؟ تو بر این آدم افلاسی کوچنگر پیش رو میروه بچه ابله. چی خیلی گم زنی های؟ خداوند از تو راضی باشد اکی جنگاور. بیا موچت کنم. با فکر نکنی که ما آدمای خولیم. جنگاور همین تو مردکی یا زنه؟ همین مردک باشه یا زنه؟ اگر زنک باشه من زفتا از چاقش کردم، لباساش پوشیدم و فکر مقلوب شدم. عزمی جان سلطانم ماشینی سرخی من کنی؟ میدانی این خیلی شد. سپارش دادم ماه آینده دسترس میکردند. بسیار دیر. من حاضر میخواهم. زود رفته ماشینی سرخی من رو بیار. این دختر چرا ماشینی سرخ میخواهد؟ یا خدایا کرته او رو دیده به یاد آورده است. البته سرورم حاضر رفتم من میارم ماشین را. عزمی جان سلطانم تا باستید. اصلا به شما ینگه خیلی شیرین است. بسیار آدمی خوب است. استغفرالله. جناب پاپ من یک خزینه داشتم. یک دوستی ابله خزینه ای مرا دزدید. خزینه ترا دزدی؟ بله خزینه ام را دزدید. شما خوب فهمیدید. حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم. شما از اهل قدیمه استانبول که هستید یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید. میگویم و من گویید که خزینه بیزنس در کجا هست. رفت آن را یابم. من باید زود یک خزینه یابم. پسرم تو بیمار هستی. تو کلت کار میکند. در این زمان خزینه بیزنس در کجاست؟ جناب پاپ اگر آن خزینه را یابم حتما حق تو را میدهم. توبه. پسرم من تو را نادرست فهمیدم. نسبتی تو خطا فکر کردم. مرا ببخش. تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای. من به تو یک سراغه خزینه بیزنس را میدهم. آماده هستی؟ آمادم جناب پاپ آمادم. ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم. دیدم. خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آن جای را هم دیدم. باور که خزینه را تو میوی. انشاءالله. آمین. در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است. در و میره درون همون میدروی. قبری رقم 120. انا نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده انا مجده هسته خزینه. فهمیدم جناب پاپ. حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر فراموش کردی؟ ای بچه قبری رقم 120 بکن خزینه در زیر موی. از هیجان جناب پاپ. در کلت خوش رو جا کن. فهمیدی؟ یک قبری نیم کنده رقمی 120. فهمم قبر رقم 120 قبر نیم کنده. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. همیشه برای هدایت یافتنت دعا میکنم. آمین. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. سپاسی بله. این شوکت بلوط بزنه پاپ شده کو.